تظاهرات مردم بر اخراج پناهجویان غیرقانونی قانونی در آمریکا. کوچکسازی فدرال. تیراندازی مرگباری در ایالت اوهایو آمریکا. تظاهرات مردم بر اخراج پناهجویان غیرقانونی قانونی در آمریکا. تحریمات جدید آمریکا در قبال چین و کانادا. روند اعمال آتش‌بس در اوکراین. سلام، خوش آمدید به کانال انیس نیوز سرخط اخبار. کوچکسازی فدرال. تظاهرات مردم بر اخراج پناهجویان غیرقانونی قانونی در آمریکا. تظاهرات پناهجویان موزیک اقامه دائمی آمریکا گرفتند در یک گرد همایی به شکل مسالمت آمیز شرکت نموده و خواستار متوقف شدن اخراج پناهجویان غیرقانونی در آمریکا شدند. کوچکسازی فدرال. تظاهرات مردم بر اخراج پناهجویان غیرقانونی قانونی در آمریکا. تظاهرات پناهجویان موزیک اقامه دائمی آمریکا گرفتند در یک گرد همایی به شکل مسالمت آمیز شرکت نموده و خواستار متوقف شدن اخراج پناهجویان غیرقانونی در آمریکا شدند. به گفته آنها، تعداد زیادی از مردم و اقارب آنها نیز در میان پناهجویان غیرقانونی بوده و موجب بازگشت به کشور خود شدند. در نشریه جدید، آقای ترامپ اعلام کرده است که خواستار کوچکسازی فدرال آمریکا است. کشور آمریکا پس از رویدادهای اخیر ضربه اقتصادی بزرگی متحمل شده است. دولت آمریکا اعلام کرده که کارمندان فدرال می توانند به صورت داوطلبانه از شغل خود کناره‌گیری کنند و در عوض مبلغی به عنوان پاداش دریافت کنند. در آن نیز در میان پناهجویان غیرقانونی بوده و موجب بازگشت به کشور خود شدند. در نشریه جدید، آقای ترامپ اعلام کرده است که خواستار کوچکسازی فدرال آمریکا است. کشور آمریکا پس از رویدادهای اخیر ضربه اقتصادی بزرگی متحمل شده است. دولت آمریکا اعلام کرده که کارمندان فدرال می توانند به صورت داوطلبانه از شغل خود کناره‌گیری کنند و در عوض مبلغی به عنوان پاداش دریافت کنند. نگرانی‌هایی در میان کارمندان وجود دارد که اگر به این پیشنهاد پاسخ ندهند، ممکن است به طور اجباری اخراج شوند. این نگرانی‌ها به ویژه در شرایط اقتصادی نامعلوم و فشارهای مالی دولت افزایش یافته است. تیراندازی مرگباری در ایالت اوهایو. یک تیراندازی مرگبار در ایالت اوهایو منجر به کشته و زخمی شدن 6 نفر شده است. این حادثه نگرانی‌های امنیتی را در آمریکا به وجود آورده است. تحریم‌های جدید آمریکا علیه چین و کانادا. وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرده است که در روز جمعه بیش از 400 نهاد و شخص را به دلیل حمایت از جنگ روسیه علیه اوکراین تحریم کرده است که شامل شرکت‌های چینی نیز می‌شود. همچنین وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم‌هایی را علیه 2 تبع چینی به نام‌های لی ژنیو و ژوژیوشین رونگ و 10 نهاد مرتبط با آنها به دلیل نقض حقوق بشر اعمال کرده است. دولت آمریکا همچنین خواستار اعمال 10% تعرفه مالیاتی بر چین است. در واکنش، دولت چین هشدار داده است که اگر این تحریم‌ها لغو نشوند، اقداماتی تلافی‌جویانه اتخاذ خواهد کرد. سخنگوی وزارت خارجه چین این تحریم‌ها را مداخله‌جویانه و سوء استفاده از مفهوم امنیت ملی توصیف کرده است. اتحادیه اروپا نیز 4 مقام ارشد دولت چین را به دلیل نقض حقوق بشر تحریم کرده است. همچنین آمریکا قصد دارد با تحریم کانادا این کشور را به یک جاسازی با آمریکا وادار کند، اما کانادا به شدت با این موضوع مخالفت کرده است. آمریکا قرار است ماه آینده 25% تعرفه بر گمرکات کانادا نیز اعمال کند. در پاسخ، دولت کانادا نیز اعمال تحریم‌ها را بر آمریکا آغاز خواهد کرد. روند آتش‌بس در اوکراین. آقای ترامپ خواستار آتش‌بس در اوکراین است و اعلام کرده که در روزهای آینده به اوکراین سفر خواهد کرد تا با مردم این کشور درباره آتش‌بس صحبت کند. او همچنین خواستار مذاکره با رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین برای رسیدن به یک توافق دوجانبه و آتش‌بس سریع در مورد جنگ اوکراین است. تشکر تا آخر این اخبار با همراه بودید. برای اخبار تازه در کانال انیس نیوز را لایک و سابسکرایب نمایید.